اگر یک روز یکشنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگوی آمریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجم کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز، مربی از لس آنجلس، آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق می کند. به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالم دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود. فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است. یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب دادزنی؟ گفت می خواهم. رفتیم. هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد. در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم. عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتم بله، ما هم همراه می شویم. و اینها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریادزنی هم بنیاد شد. شمار شرکت‌داران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده، بعداً 3 دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند. تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بترکد. برای بعضی شرکت‌داران فریادزنی یک شیوه طبابت گردیده است. من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد این فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم. روبالکابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید. اینجا با افرادی و می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کنند. مردم برای دلخالی کنی می آیند. هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.